پیامبر خدا همراه جبرائیل رفتن به مسجد الاقصی در شب. در مسجد الاقصی پیامبر خدا برا قدر حلقه در مسجد الاقصی بسته کرد و خود در آمد و نماز خواند، تحیه مسجد خواند. یعنی اولین کاری که رسول خدا کرد به مهمانی رفت تحیه مسجد بود. هر یکی ما و شما هم به کدام مسجد که در کدام گوشه دنیا که نباشد داخل شدیم باید 2 رکعت تحیه مسجد بخونیم. تحیه مسجد چیست؟ سلام و آداب پروردگار است. در تحیه مسجد بنده چگونه میخواند؟ رسول الله چگونه خواند؟ وقتی که بنده تحریم میبندد، در تحریم بستن همه افعال دنیا را به خود حرام میگرداند، دنیا را پشت دست میکند. هر چیزی که برای آدم زنده حلال است در نماز او حرام است. خوردن نادرست، پوشیدن نادرست، گپ زدن نادرست، خندیدن نادرست، خوابیدن نادرست، رهگشتن نادرست، نشستن نادرست، نگاه کردن نادرست، پوشیدن نادرست، بدر کردن نادرست. هر چیزی که آدم زنده میکند در نماز او نادرست است. تحریمه را که بسی الله اکبر گفتی در نماز در آمدی، تو در دنیا نیستی. تو باید تماس به الله بگیری، دستا پیشی بر گرفته با ادب قلب پاک کردی، لباس پاک کردی، طهارت تازه کردی، در مکان پاک تو به خدا سخن میگویی. رسول الله 2 رکعت نماز خواند تحیه مسجد. قیام حالت است که بنده دستا پیشی بر میگیرد، با سر کشال جای سجده را نگاه میکند و پروردگار خود راز نیاز میگوید الحمدلله رب العالمین. حمد و سپاس و ستایش و همه نیکویی ها مر پروردگار را هست که او رب العالمین است، تربیت کننده همه عالم هاست الی آخره. بنده در قیام عاجزی خودش به پروردگار نشان میدهد، ترک دنیا همه کردگی و خدا راز نیاز میگه. وقتی که رکوع کرد در رکوع چکار میکند؟ عاجزی خودش نشان میده، میان خم میکند، پس میکند که خدایا من میان خم میکنم به نزد تو پروردگارا. او بنده هایی که نماز ندارن باید که ما و شما در نصف شب به حالی وا بگیریم که خالق خودشون نمیشناسن، خدای خودشون نمیشناسن، به نمازهای بیچاره میبرن از دنیا به توشه، خالی و خالی میبراید میروند. به حالی و ما باید بگیریم به حالی بی نمازا. چقدر بی نماز است. اهل مشایخ میگفتن که دیوالهای حولیتون بلند کنین، مستحکم کنین، حتما دیواراتون انداوا کنین، مستحکم کنین که تا که از طرق کفیدگی دیوار شما چشم یک بی نماز در حولی شما نافته که کثافتی دارد. از طرقی و چشم بی نماز در حولی شما نافته. امروز خانه ها پری بی نماز است. خانه مسلمان و مسلمان زاده هست، میبینی در خانه چند بی نماز است. آواز از آن میشنن، مسجد نمی آیند، قیام ندارد، رکوع ندارد، سجود ندارد، هموت خالی از دنیا می رود. این جنازه ای که ما میکنیم فایده به او ندارد، هیچی فایده به او ندارد. جنازه برای مسلمانی واقعی فایده دارد. عمرش که نماز نخوانده باشد جنازه با او چی فایده دارد؟ هیچی فایده ندارد. رسول اکرم تحیه مسجد خواند، قرائتی دراز کرد، در خیام با سر به جای سجدگاه دوختگی بود، اشکا میریزان. رکوع کرد، در رکوع سبحان ربی العظیم، الله پروردگار جل جلاله را به پاکی یاد کرد، در رکوع استاد و بعداً به سجود رفت. و سجده چی است؟ مغز نماز است، مغز عبادت است، مغز نماز سجود است که با وجود که همه کائنات خدا به خاطر او خلق کردگی بود. اگر 18,000 عالم اگر همش جمع کنیم به گرد خاک پای رسول الله برابر نمی شود. به همین بزرگی و شرافت قیام ده ایستاد، رکوع کرد، در سجده خدا را به پاکی یاد میکرد. و همون وقت بنده مسلمان است، همون وقت بنده کبر ندارد، غرور ندارد، خدا را میشناسد. بنده اساسی است او بنده که سجده خدا داشته باشد.
اگر سجده خدا که نداشته باشد هر روز میلیون گاو بکشد، هر روز میلیارد دلار خیر صدقات بکند، 1000 بار حج بره و بیاید، میلیون بار زکات بده، اگر نماز نداشته باشد هیچی از کردگی. گنجینه در این عالم ویرانه نماز است. مولای روم میگه، همین مولای رومی که 2 سال پیش یک جمهوری او را بزرگ داشت قید میکرد، همون کس میگه گنجینه در این عالم ویرانه فقط و فقط نماز است. پول نیست، مال نیست، منصب نیست، قصر نیست، ماشین نیست، زن فرزند نیست، یار و رفیق نیست. همه اینها فنا میشوند، نیست میشوند، همه موقتی است. فقط از این دنیا ما و شما نماز میبریم. گنجینه در این عالم ویرانه نماز است. توحید بود باده و پیمانه نماز است. به سجده به درگاه خدا ره نتوانی. گر کعبه روانی دریای خانه نماز است. پیامبر خدا